ایول حقوقم واریز شد. شما کی هستین؟ سرخط هزینه ها. روشن شدن چراغ چک ماشین در پی سوختن پمپ. ای بابا من که تازه مکانیکی بودم. منابع خبری میگویند شمارش معکوس برای تعویض روغن ماشین به پایان رسید. ای بابا چه شو هم میذاری تاریخ تعویض روغنه. حالا یکم هم واسه این کنار میذارم. بانک در پیامکی سرآمیز خواستار پرداخت قسط دست کم در 24 ساعت آینده شد. من نمیدونم چرا جلو میرم این قسطام تموم نمیشه. زنگ خطر اتمام بسته اینترنت در صورت نخریدن بسته تعرفه ها آزاد حساب خواهد شد. بابا من تازه بسته خریده بودم اصلا چیزی دانلود نکردم. و ورود موجهای شدید تولد دوستان و اقوام در روزهای پیش رو. این کادو خریدنم کمر منو شکسته، باید تعداد رفیقامو کمتر کنم. در گذشت ناگهانی باتری گوشی به دلایل نامعلوم باتری گوشی دار فانی را ودا گفت. همینو کم داشتیم فقط. باز خوب خودم هزینه‌ای ندارم. و اما بشنویم از اخبار سلامت. آقای گوزا گویا دندونا تو چه حالتی قرار دارن؟ ممنون سهیل جان. در پی گزارش دندون پزشکی شاهد رشد افقی و بی‌سابقه دندان عقل و چند مورد پوسیدگی عمیق مشکوک به عصب کشی هستیم. بابا لعنت بهتون، هیچی که واسه خودم نمون. چند وقتی بلک فرایدی می‌خواستم خرید کنم. نگران نباش، با وان تتر میتونی به اعتبار رمزارزها تا 200 میلیون تومان وام بدون بهره بگیری و دیجیکاله و کلی فروشگاه دیگه خرید کنی. باز خوبه. حالا چجوری با این 2 تومانی که مونده تا آخر ماهو سر کنم؟ به خبر فوری که همکنون به دستم رسیدی توجه کنید.